بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه میشه و یکی از برکات این رحمت واسعه الهی هنر است و زیبایی است که امشب موضوع بحث ماست. و اگر شما هم بلند شدید و ایستادید، من به خودم نمیگیرم، به احترام هنر، به احترام زیبایی، به احترام اون رحمتی که همه عالم رو گرفته، به اون احترام شما بلند شدید. منم به همون احترام بلند میشم و به همون احترام سر در آستان معبد هنر گذاشتم. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذر. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه معنیش هم زیباست. رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه. در دل خداوندم گفته یه جور به خصوصی اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضیا حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یه کسی توبه میکرد از گناهانش، ولی ضمناً هر گناهی که میگفت اعتراف میکرد یه امتیاز هم به خودش میداد. میگفت خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا من مشروب خوردم، نمیگم نخوردم، ولی عربده نکشیدم. خدایا من قمار کردم، نمیگم نکردم، اما تو پول دادی من قمار نکنم. یه چیزی شو باز بالاخره گردن اونجا میدم. خدایا من ببخشید گفت قمار کردم ولی باختم، نبردم. غرض باید رقیق آدم صحبت کنه، لطیف صحبت کنه، خوب صحبت بکنه، حسن تعبیر داشته باشه در برابر خداوند. یاد ده ما را این حرفا رو باید از خودش یاد بگیریم. باید بریم یواشکی بپرسیم که ما این دفعه اومدیم خونه شما، چی بگیم که شما قبول بکنید؟ چه معشوق خوبیه که خودش میگه به ما. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. امشب میخوایم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم که یکی از تجلیات اون مبدلی است که علالدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول والاحوال یا مقلب القلوب والابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگری. خاک رو آدمیزاد میکنه. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری. به همجهت درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیل ها رو دیدی، بنابراین به تبدیل ها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید آنجا هر دمی میناگریست. دارن میناگری میکنن. قلب اکسیر است و قلب اعیان است و اکسیر محیط. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. این لباس تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست، درز نگذاشته که آدم ببینید کجا رو به کجا وصل کرده. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر. آنچنان الفتی داده که 100,000 میلیارد عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما میگی من. این چه معجزه‌ای است خدا میدونه. از این جهت امشب میخوایم که در خواص این اکسیر صحبت کنیم. ببینیم این دوای زیبایی، اگر اسمش دوا بذاریم، اکسیر بذاریم، کیمیا بذاریم، چه خواصی داره.
و ما چطور میتونیم از این بهره مند بشیم و کجا این اکسیر رو پیدا بکنیم، از کدام دکانی بریم بخریم. مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درختها خزان نشن، حرام گشت از این پس فغان و غمخواری. یه کاری بکن که دیگه غصه حروم بشه، غصه رو حروم کن، همونطور که شراب حروم کردی غصه رو اینجوری کن که ما نخوریم. اصلا حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما بی خودی میخوریم، هیچی بنزه غصه حروم نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فغان و غمخواری، بهشت گشت جهان زان که تو جهانداری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید غصه نباید بخوریم. چه غصه بخوریم؟ غصه رو بره اون کسی بخوره که غصه در آن دل رود که از هوس او تهیست. غم همه آنجا شود کان بت عیار نیست. اگه او هست دیگه غصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید ز صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی. چون حرصه که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه. دستوری بده، تو دستوراتت مطاعه، دستور بده که حرص خلاص بشیم ما از شر حرص. مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد ز طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و عرض شود که فریب ها و مکر ها مال چیه؟ مال این که میخوایم ما طمع کردیم یه چیزی میخوایم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. چقدر در عالم رنج و مهنت و غصه هست به خاطر که یه عده طمع دارن، میخوان یه خورده چیزی بیشترش بکنن که تازه نیازی هم به اون ندارن. و این روزگار، این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر، روزگار میگه که فردا بهت میدم، تو حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز و فردات منو کشته. این روزگار هی امروز و فردا میکنه. هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشین خوش باش. میگه نه، امروز هم چیز بکن، امروز بدو، برای اینکه اینجا یه خورده زیادتر بشه. نمیذاره ما راحت بشینیم. مثال ده که طمع وارهد ز طراری. و تمام اینا رو که میگه، بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستورا رو نمیدی اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستورا رو بدی، برای اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. بنابراین زیبایی همه این خاصیت ها رو داره. خاصیت این که گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، حرص از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینا تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده، اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم نیست. مثال گر ندهی، چون یه مثال به معنی فرمانه، یه مثال هم به معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که خصمی که عرض شود که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. این زیبایی اولا که گفتن دختر خداست. حالا میگن خدا لم یلد ولم یولد البته، ولی بعضی میگن نه، این از غیرتشه که گفته که من دختر ندارم. اصلا در داستان شهروز و بهروز و افروز
اون 3 تا برادر که رفتن در قلعه هوشربا، اونجا عاشق اون دختر شدن، عاشق عکسش شدن. ما هم اول عاشق عکس میشیم، همه اول عاشق عکس میشن. خیلی از داستانهای عشقی دیدیم با عکس شروع میشه. رفتن عکس رو دیدن، بعد مبهوت شدن. حالا ما این عکس رو زده به در و دیوار، منتها ما نمیبینیم، سرمون بالا نمیکنیم اصلا. ای خاکیان ای خاکیان یک لحظه سر بالا کنید. سرمون اگه بالا کنیم میبینیم عکسش رو به طاق دروازه عالم، به تمام در و دیوار زده. اینما تولو فثم وجه الله. هر کجا روتون بکنین عکسش رو زده اونجا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از بی رخ متاب. همین کافیه که تو سرتو نندازی پایین، هر جا نگاه بکنی او رو میبینی. یه وقتی به مرحوم پدرم گفتم این خدا که میگن میشه دید، ما چه جوری ببینیم آخه؟ فرمودن چشتو ببند. بستم. بعد گفتن حالا وقتی که باز کردی، اولین چیزی که دیدی اون خداست، دومین چیزی که دیدی اون عالمه. و دیدیم عجب حرفیه. شما اولین چیزی که میبینید هستیه، نوره. اولین چیزی که ما میبینیم، چشتون رو ببندید باز کنید، در و دیوار و زمین آسمان نبینید، عالم رو میبینید. شما هستی میبینید، میفهمید که یه عالمی هست. اول او رو میبینید. چشمتونه که به دریا باز میکنید، اول آب میبینید شما، بعدا نگاه میکنید این آب داره موج میزنه و بالا میره و پایین میاد و اینا، فرم داره و حباب داره و کف داره و اینا. اون که اول میبینید اون خداست. به همین جهت اسم خداوند چیه؟ اول. هوال اول، هوال آخر. اونی که آخرم میبینیم بازم خداست. مگه همه اینا که رفتن محو شدن، بازم اون هست، آخره. هوال ظاهر، هوال باطن. اصلا چیزی برای غیر باقی نگذاشته اصلا. ما چی کاریم اینجا؟ چون اول اونه، آخر اونه، ظاهرمونه، باطنمونه. و هو به کل شیء علیم. اونها وقتی که اون عکس رو دیدن بعد عاشق شدن. ما باید بعد از دیدن این صورتها بفهمیم که این صورت یک کسی زدن به دیوار. زیبایی آدرس خونه خداست، نشان کوی معشوقه، هدایت میکنه شما رو به طرف او. زیبایی خیالی است از اون جمال. خیالش چون چنین باشد، جمالش بین که چون باشد. حالا که این یک ذره مثلا یک گوشه ابروش اومده تو موسیقی، این چه دلها رو زیر و زیر میکنه. یک گوشهش اومده توی نقاشی، یک گوشهش اومده توی چشم و ابرو، زیبایی که هوش از سر آدم میپره. پادشاهان گفتش مولانا که جرعه‌ای برریختی، اون شراب زیبایی بود، جرعه‌ای برریختی زان خفیه جام، بر زمین از من کأس الکرام. جست از جرعه جست بر زلف و رخ، از جرعه نشان. یه نشانی از اون جرعه رفت توی رخ و زلف و این چیزها. اون وقت خاک را شاهان همین جویند از آن. پادشاه عالمه ولی دنبال این خاکی میگرده که یه کمی از این شراب ریختن توش. ما یه ذره از اون شراب ریختن که خاک آدمیزاد شد دیگه. که در آنجا طینت آدم مخمر میکنن. خمر تو طینت آدم به یدی، من خودم تخمیر کردم. یعنی از اون شراب یه جرعه ریختم، یه گوشه ابروی نشون دادم. فکر نکنی همش همینه. این اولا موقتا به شما دادم، 4 روز دیگه محو میشه این زیبایی. بنابراین شما اینو فقط به عنوان آدرس بهتون دادم. آدرس رو کسی میگیره بعد قاب بکنه بزنه خونهشون، مثلا هر روزم یه دور بخونه. قرآن آدرسه. قرآن آدرس خونه اوست که از این طرف نرید، از اون طرف برید. اگه از اون طرف برید مثل قوم عاد میشین. از این طرف مروید، از اون طرف بروید. وقت آدرس رو چیکار آدم باید بکنه؟ آدرس رو باید هم تو پیگیری بکنه و پیگیری بکنه و بپرسه تا برسه به اون معشوق. این که مثلا آدرس رو هر روز بخونه و بعد یه دور مثلا فرض کنید بده با خط خوبم بنویسن و بعد قابم بکنه به در دیوار بزنه، این به خونه معشوق میرسه. زیبایی هم آدرس این نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه، مثلا مثل مغازه عطاری و بقالی، بگه خب اینم ما امرار معاش میکنیم باهاش. زیبایی دختر خداونده.
حالا البته ممکنه این سخن کفرآمیز به نظر بیاد، چون لم یکن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولی یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. اون چه که بر همه جایز نیست، شاعر و هنرمند میتونن به زبان رمز مقصودشون تجلی جمال الهی رو، رمزش رو دختر میگیرن، میگن دختر پادشاه چین، بانوی حصاری. داستان بانوی حصاری رو خوندین در 7 پیکر نظامی؟ اونجا یک دختری است، زهره دل ز مشتری برده، شکر و شمع پیش او مرده. با همه خوبی و شکرخندی، داشت پیرایه هنرمندی. هنرمندم بود. دانش آموخته ز هر نسقی، در کشیده ز هر فنی ورقی. تمام فنون مختلف هم یاد گرفته. جادویی ها و چیزهای نهان، خوانده نیرنگ نامه های جهان. جادویی ها و چیزهای نهان، اینا رو همه رو یاد گرفته. منتها این دختر چون خواستگارش زیاد بودن، آمد در یک قلعه خیلی بلندی داد ساختن، در یک کوهستانی، جای خیلی دور، پشت کوه قاف. اونجا یک قلعه‌ای گفت درست کردن، سر راهش هم طلسمات گذاشتن، طلسمات عجایب. گفتش که طلسمات عجایب دارد، راه عشقه. طلسمات گذاشتن که هر کس بی خبری راه میاد، ناگهان سرش از تن جدا میکنه. این ضمناً در اون قلعه که مقیم شد، از پدرش اجازه گرفت و در اون قلعه مقیم شد بانوی حصاری. در ادبیات گاهی میگن هما، هی جیمی و میم و الف، یعنی قرقخانه، اونجایی که هیچکی راه پیدا نمیکنه، قرقگاه معشوق، یعنی اون حرم امن معشوق، اونجایی که کسی رو راه نمیدن، هر کسی رو راه نمیدن. البته اونجا یا برید الهما هما کلا، مال شعر حافظه که میگه که ای قاصد کوی معشوق، خدا حفظت کنه که تو بالاخره خبری بر ما آوردی. برید الهما اشارش به حضرت پیامبر اکرمه، او برید الهماست، یعنی قاصد کوی معشوقه. از اونجایی که هیچ کس خبر نداره، این رفته اونجا و حالا اومده اینجا بر ما خبر آورده. ای نفس خرم باد صبا، باز مقصود پیغمبر اکرمه، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از صبا. بر سر خشم از هنوزان حریف، یعنی هنوز با ما قهره. اون دفعه که گفت قل نهبطوا منها جمیعا، گفتش که همتون برین، اون دفعه قهر کرد با ما دیگه. حالا اینا همه نگرانیم ما که ببینیم بالاخره با ما آشتی میکنه یا نه. گفتش که بر سر خشم از هنوزان حریف، یا سخنی میرودن در رضا. مولانا گفت که ای خشم کرده دیدار برده، آن ماجرا را یک دم رها کن. دیگه بس هرچی، بالاخره ما رو دچار فراق. سعدی باز میگه که جنایتی که بکردم، جنایت نه به معنی امروزی کلمه، یعنی گناه، جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، حالا بالاخره یه حرفایی هم زده شده که بالاخره تو هم یه نقشه های چیده بودی، اینا اونا رو ما نمیگیم از ادب و اینا، ولی حالا اگر گیرم هم که درست باشه و مال ما بوده، فراق روی تو چندین بس از حد جنایت. اینو خدا قبول میکنه، با اینکه اونجا گردن کشم کرده یه خورده، ولی چون بوی عشق میده. گفتش که من به این دلیل میگم که دیگه بسمونه، برای اینکه ما فراق روی تو انقدر دیگه کافیه، چقدر ما فراق تو رو بکشیم. غرض این دختر خطاط هم بود نقاش کارخانه چین. نقاش علل اطلاق خداست دیگه، خیز تا بر کل که آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. بود نقاش کارخانه چین و این به خطی هرچه نامه برداشت، پای تا سر خیش، بر پرندی نگاشت پیکر خیش. بر سر پیکر پرند سرشت، به خطی هرچه خوبتر بنوشت. چون خداوند خطاط هم هست و آن خطاط 3 گون خط نوشتی. البته اینجا آن خطاط مقصود شمس تبریزیه، ولی گاهی خطاط ازل مقصوده. مولانا میگه که
چند حرفی برنوشتی از رقوم، عقلها در عشق آن شد همچو موم. صاد چشم و جیم ابرو، هر شود که صاد چشم و جیم گوش، برنوشتی فتنه 100 عقل و هوش. زین حروفت شد خرد باریک ریس، نسخ میکن ای ادیب خوشنویس. اون ادیب خوشنویس زیر اون عکس خودش نوشت که هر کرا، گفتش که اینو ببریم بزنین سر دیوار دم دروازه شهر، و زیرش هم نوشت که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان 1000 میباید. 1000 تا جون باید بدی. حالا اگر گفتن حالا ما یه جون بیشتر نداریم قبول میکنن ازمون، خیلی لطف کردن، برای اینکه قیمت 1000، منتها ارزون کردن، حراج کردن. گفتش گر نرخ یک بوسه را 100 جان کنی ای صنم، در کیش ما عاشقان ارزان کنی ای صنم. روزه حراج کردن که به این قیمت ها میدن، بگن جان ما چه قیمتی داشته که اصلا بتونه کابین او بشه. منتها گفتن خیلی خوب، حالا شما جان فشانی بکنید، لااقل جانتون نثار بکنید. گفتش که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان 1000 میباید. همتش سوی راه باید داشت، 4 شرطش نگاه باید داشت. 4 تا شرط هم داره که بخواد بیاد خواستگاری ما. شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است و نیکویی. شرط اول اینه که آدم حسابی باشه، نیکنام باشه و نیکو باشه، انسان کج خلق، کج و هر شود که 1000 تا عیب داشته باشه. این نیاد این طرفا بی خود بخش طلب نکنه. گفتن یک کسی آمده بود خواستگاری دختری، گفتن جناب عالی حالا سنش هم زیاد، یه چشمش هم چپ، یه چشمش هم نابینا، پاش هم میلنگید و کج و کوله. و بعد گفتن که شما شغلتون چیه؟ نه، گفتش که من مثلا دباغی میکنم، یا مثلا در کجا کناسی میکنم. سابقا البته تو کار قاچاق بودم ولی اونو گذاشتم کنار، حالا مثلا جارو کشی میکنم. خلاصه تمام کمالات چی که گفت اینجا برای چی اومدی؟ گفت اومدم بگم رو من حساب نکنی، من اگه میخواین شوهر بکنین بفرمایید، رو من حساب نکنید. حالا ما هم 1000 تا عیب داریم، تازه وقت نازم میکنیم که میگن آقا بیاین، نفرم فرستاده گفته که شما بیاین، ما اومدیم میگیم که آقا رو ما حساب نکنین، حساب نکنین. نبی رو فرستاده گفته برو اینا رو خوبشون کن، لااقل برو خوبشون کن، شفا بده. بنابراین اون گفتش که شرط اول اینه که خوب باشی و نیکوکار باشی. شرط دوم این است که این طلسمات سر راه رو باید باز بکنی. حالا این دختر به یه تعبیر دیگری میتونه هنر باشه. هر کس میخواد بره خواستگاری هنر شرایطش همینه. یا آدم خوب باید بره خواستگاری هنر. آدمی که کج طبع و کج خلق باشه از هنر چیزی به دست نمیاره. هنر میشه یک وسیله‌ای برای مال و علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. باید نیک گوهر باشه. حتی قدیم درس نمیدادن به هر کسی، آزمایش میکردن، درس‌های جدی رو در مراتب بالاتر. اگر میدیدن شخص یک اشکالاتی داره، سعی میکردن اون اشکالات رو برطرف بکنن. اگه برطرف نمیشد به اون نمیدادن، تیغ رو دست دیوانه نمیدادن. بنابراین گفت شرط دوم این که این طلسمات عجایب رو که منظور فنون و تکنیک و ظرافت هنری که انسان باید اینا رو بتونه باز بکنه، طلسمات رو بتونه باز کنه. شرط سوم این است که این قلعه طوری درست کرده بود که در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. درش هم هرچی میرفتین شما دم قلعه میبینید در نداره. ما نمیدونیم از کجا بریم در خونه خدا. در نداره. آسمان هم که نگاه میکنیم در داره ولی دراش معلوم نیست. یه روزی که فتحت السما فکانت ابوابا باز میشه و میبینیم او چقدر در داره، اتفاقا اون روز باز میشه معلوم میشه. ولی در آن قلعه کاسمانی بود چون در آسمان نهانی بود. گفتش که باید در این قلعه را نشان دهد که کجاست، تا ز در شوی من شود نه از دیوار. چرا؟ برای اینکه خیلی ها میخوان از دیوار بپرن توی خونه هنر، باید درش پیدا بکنن. ادخلوا البیوت من ابوابها.
تازه در شوی من شود نزبام. شرط چهارم هم تازه بعد از همه این شرطا که انجام داد باید بره خونه پدرم، برگرده شهر، منم میام اونجا من تا از وی سوال کنم، از وی سوالهای هنر، سوال هنری ازش میکنم و سوالای بدون کلامم میکنم. اون وقت اگه اونا رو جواب داد، اون وقت زهی مرد اولئک هم المفلحون، اینا رستگار میشه. اینا آوردن زدن به قلعه، به دیوار شهر رو. تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط راه برگیرد، یا شود میر قلعه یا میرد، یا بر دنبال کارش. خب هر کس از گرمی جوانی خیش، داد بر باد زندگانی خیش. فوج فوج می آمدن بی خبر و سرها به باد می رفت. اون که حافظ میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، و گفتن یکی از بزرگان در هنگام خوندن این شعر از شدت زیبایی این شعر بیهوش میشه، اصلا فریادی میکشه. من فکر میکنم فهمیده که این تمام اون داستان رو در یه بیت خلاصه کرده حافظ قوی ترین شراب معنوی در ادبیات فارسی، و مستی که هیچ وقت به هوش نیاد و تا شام قیامت، نه تا صبح قیامت، چون صبح قیامت شلوغه، بگیر و ببنده، آدم اگه هوشیار باشه میگیرنش. شام قیامت آدم باید به هوش بیاد. نماز شام قیامت به هوش بازآید، کسی که خورده بود میز بامداد الست. حافظ میگه که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بی خود این هوسا رو نکن. گاهی اوقات منع میکنن که آدما تشویق بشن. من آقا بفهمید شما نه این از این طرف سر میبرن، اینجا بی خود نه این طرفا، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. یه عده‌ای بگن که خب بشکنه، باشه ما میریم، ما حاضریم. یه همچین معشوقی اگه هست ما حاضریم. این معمولا وقتی میگه ز راه میکده ها یاران انان بگردانید، نرین از این طرف، یعنی بیاین. گاهی اوقات نهی برای تشویق و ترغیبه. شما مرد نیستین، بفهمید شما مرد پیدا نمیشه اصلا. یه خانمی وارد مجلسی شده بود، حجابش هم برداشته بود و اینا. گفتن آقا بالاخره بزرگان مجلس بودن زمان سعدی اینا. گفتش که مگه نمیبینی اینجا مرد نشسته؟ گفت کو مرد؟ یه مرد به من نشون بده من رومو بگیرم. مرد این نمونده اصلا. کو مرد؟ از مرد رو میگیرن. خلاصه این که میگن گاهی نیان از این طرفا، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. مولانا هم تو همین داستان شهروز و بهروز افروز، وقتی که این سه تا برادر میرن اون عکس میبینن و عاشق میشن، این دیدن این عکس در واقع که مواجهه با جمال هنر میتونه انسان رو طالب بکنه. اصلا ما باید طالب بشیم اول دیگه. 7 شهر عشق اگه بخوایم طی بکنیم اول باید طالب بشیم. چجوری طالب بشیم؟ یکیش مصاحبت با هنره. هنر آدم طالب میکنه. زیبایی آدم مبهوت میکنه که این کجا بود؟ این از کدوم طرف ما بریم؟ این زیبایی در این موسیقی از کجا پیدا شده؟ میرین دنبال خط رو میگیرین، بعد میبینین که این توازن، تناسب، هارمونی چیه؟ هارمونی همینطور میرسید به وحدت. میفهمیم که آخرش ختم میشه به خانه وحدت و به اون واحد میرسیم. پس آدمو طالب میکنه. خیلی‌ها که طالب شدن رسیدن به یه عکس طالب شدن. چون قبلا مثلا بیشتر میگن که یک کسی شکار رفته بود، بعد ناگهان وسط شکار، هم داستان معروف شاکونتولا در هند، رفته بود شکار بکن، شکار آهو سرشو برگردون گفت آقا مرد خجالت نمیکشی دنبال ما رو افتادی؟ هیچ کاری دیگه تو این دنیا نداری تو؟ من فقط میخوام ما رو شکار بکنی؟ برو یه کار حسابی بکن. اینقدر نمیخواد شکار بکنی، برو شکار بشو، صید نشو. صید عشق میگوید صید نکن، صید بشو. عشق میگوید به گوشم پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. آدم برو صید یک کسی بشو. به همین جهت اون پادشاه هم تو داستان اول مثنوی میگه که بهر صیدی میشد او بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او صید گشت. یک کنیزک دید شه در شاهراه، شد غلام آن کنیزک جانشاه.
بنابراین خیلی‌ها با دیدن زیبایی اومدن اول شهر طلب، چون مولانا سفارش اکیدش اینه که طالب بشین، خلاصه به هر وسیله‌ای هست، لنگ و لوک و چفت شکل و بی‌ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. هر جوری میتونی. یکی از زیباترین اشعار مولانا با این کلماتی که میبینید چقدر کلمات لنگ و لوک و ایناست، ولی از این زیباتر دیگه نمیشه. یعنی این مطلب رو از این قشنگتر نمیشه گفت، که میگه هر جوری میتونی لنگ و لوک و چفت شکل و بی‌ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. اگه مثل اون کفرم میخوای بگی، طالب او باش، اون وقت کفرتو قبول میکنه. اونجا اون چوپان گفتش که تو کجای تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. این موسی که آمد، موسی اینجا مظهر صورت تو ظاهر و این چیز هاست و به نظرش کفر آمد که این چه گفت با کی موسی با کی هستت ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید. ولی اشکال نداره، لنگ و لوک و چفت شکل و بی‌ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صبا. طلب در اثر مواجهه با زیبایی پیدا میشه. گاهی اوقات یه جوانی آمده بود شکار بکنه، بعد دم دروازه رسید، دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد آن 100,000 شیشه زهر. گفت عجب، یه عکس گذاشتن ولی 100 شیشه زهرم کنارش گذاشتن که اینا رو هم باید باش بخورید و این همه مشکلات هم داره. با خودش گفتش خب این همه سرشون به باد رفته، سرم هم یکی، بالاخره نمیشه این از دست داد. گفت با چنین گوهر نهنگاویز، از چنین گوهر نهنگاویز، چون گریزم که نیست جای گریز. جای گریز نیست، این چیزی نیست که آدم بتونه بگذره. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و غمزه این، الوداع عقل و ایمان، الفراق کفر دین. همه رو بذار کنار. اون عقل و ایمان هم مقصود این عقل و ایمانایی است که ما بی خودی خیال میکنیم داریم، اونا رو میگن بذار کنار. آمد و گفتش که منتها مثل بقیه بیگدار به آب نزد، تا خبر جست از هنرمندی. میگشت این طرف اون طرف، آقا یه آدم حسابی رو ما معرفی کنیم، ما بپرسیم داستان این چیه، طلسمات چیه. بی خودی که نباید هم در قدم در راه بذاره و قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. که من این مرحله با این شود که با مرغ سلیمان کردم. بنابراین تا خبر یافت از هنرمندی، هنرمندی جو معرفی میکنه نظامی در یه مصرع، تا خبر یافت از هنرمندی، دیوبندی فرشته پیوندی. هنرمند اون کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بی‌تناسبی ها، تمامی که هر چه که دیسهارمونی و ناهماهنگی و هر چه که خصومت و دشمنی هست، اونا رو همه رو میذاره کنار و فرشته با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمنده. همون نقاشی‌هاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه. هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن. دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم. این موجب فساده. بیشتر آدم‌ها این سوال میکنن. صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این ارشد که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دسته هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیافزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم
بکنم که این عالم خود بهتر بشه؟ چه بیافزایم؟ چون بهتر کردن افزودن دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر 6 تا فرض کنید 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنید، یعنی اینو بردارید بذارید اونجا، اونو بردارید بذارید اونجا، اینا رو کمپوز بکنید، این افزودن نیست؟ یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست. کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه؟ باید نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایشی هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه به طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریقی میکنه. اون کیمیا که شأنی نداره. ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونید چیه؟ حالا من بذاریم همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم و نسق داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه. یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی، یه چشم تازه پیدا میکنه. سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور؟ میگن که آقا چشمت از اون بردار. که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن زیبایی عشق نابینا بود. یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ور اون ور، دنبال طبیب میگشت. گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاده و از 6 ماه باید وقت بگیره، اینا اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش معالجه شد. به هم جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجا برم؟ جایی که چشم آدمو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. مسلمانان حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن. می چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی باعث چشم میشه. زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. غرض این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت. گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، یعنی به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه. این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلقیشان فراز صد کوهند. فکر نکنید مثلا میگن اولیا تو کوهن، یعنی آدم بره تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ‌ها فاصله داره اون آدم. گفتش که همچو سیمرغ آفتاب شکوه، سوی سیمرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. جا داستان هفشر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفشر عشقه. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بربست. خدمتشو بست و گفت هر چی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، طلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان. آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونها رو نجات میده. بعداً هم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه من برسم،
تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که پیدا میشه، یه فردوسی که پیدا میشه، همه ما رستم میشیم. شما اگه برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمؤمنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، این رمزه، هر دوش رمز یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول طلسمات رو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، طبل آوردن، جای مختلف طبل زد، دید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، فهمید که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سر صدایی بکنیم ببینیم بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد اون خیلی خوشوقت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کارا رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره و گفتش که سه تا شرط انجام داده، شرط چهارمه. گفت شاه گفتا که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنی آخه بیچاره رو؟ گفت نه یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینو بده. دو تا مروارید کوچک. اینم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همون قدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی، با شکر و قند کوبید و پودر کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدامون طعم فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درسته. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب اینو بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همینه. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد، فرستاد برای دختر، گفتش که حالا شما جواب اینو بده. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، شد 2 تا اندازه او، فرستاد برای پسر که شما جواب اینو بده. پسر به اون 2 تا نگاه کرد، دیگه این سومی نداره، یک مهره ازرق که برای چشم زخم می‌زدن به اینا وصل کرد و فرستاد و کف زدن و گفتن تمام شد، سوالات تمام شد و ایشون برنده است. پدر یعنی بعله رو گفتن دیگه. پدر آمده گفت حالا ما رو هم خبر کنیم بالاخره تو چی گفتی، اون چی جواب داد. گفتش که من بهش گفتم این عمر 2 روزه، درسته که مرواریده ولی این عمر کوچک 2 روزه این به چه درد میخوره. اون 3 تا هم گذاشت روش، گفت گیرم 2 روز نباشه 5 روز باشه. اگر 100 سال مانی ور 1 روز باید رفت از این کاخ دلفروز. فرق نمیکنه به 2 و 3 نیست، مهم اینه که آدم عمرش چطور صرف بکنه. بعد گفت اینا رو همه رو کوبید، گفتش که ما چیکار بکنیم که ذره ذره این مروارید عمر ما با شهوات عالم آلوده شده، قاطی شده، خورد شده، هیچ کس هم نمیتونه جدا بکنه. چیکار بکنیم که این عمر ما از این شهوات جدا بشه، این مروارید عمر ما. گفت شیر معرفت، شیر رمز معرفته. میگن پیغمبر اکرم شب معراج شیر برنج میل فرمودن در اونجا که مهمان خدا بودن، ابیت عند ربی. یک کسی میگفت آقا من همه کار پیغمبر رو دوست دارم اینا، ولی اینو خیلی تعجبه بر من که یه مهمونی به این عزیزی از این راه به این دوری این همه مراحل رو طی کرده، حالا اونجا یه دونه مهمونم بیشتر نبوده، میزبانم خدای آفریننده عالم، شیر برنج گذاشتن جلوی این یه قدری بر من ثقیله.
نمیدونست که شیر اشرف مایعات، رمزی است از اشرف مایعات و همه لطائف عالم معنا رو بهش میگن شیر و همه لطائف عالم مادون رو هم گذاشتن در دانه برنج که اشرف حبوباته. بنابراین یعنی اون چه که لطیفترین تحفه عالم هستی بود تبدیلش کردن به شیر برنج. این رمزه. بنابراین گفت شیر معرفت میریزیم. اگر انسان شیر معرفت به کار ببره میتونه لحظه های عمرش رو از شهوت جدا بکنه. شیرینی ها هم همه رو بخوره، چون شیرینی رو ما باید بخوریم، حلوا سهم ماست. گفتش که شبی نصرالدین همسرش یه حلوایی درست کرده بود و گذاشتن تو دولابچه، فردا بیام بخورم. نصف شب مولا بیدار شد و زن بیدار کرد. گفت زن بلند شو، میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه، اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد بگی بخواب. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از اینکه تمام بشه، برای اینکه این حلوا اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه. اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. قبل از اینکه از این عالم رخت ببندید از این حلوا بخورید، این شیرینی رو با خودتون ببرین اونجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتیم اون عالم دو بخشه. یه بخشش جهنمه، شکنجه و هرچه که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه. یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پروین هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهشت؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن تو بهشت، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چیکاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش. به خودی که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین. برای شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمید از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارش رو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا رو که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین که سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمید اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما حالا با همونا محشور میشه. من احب شیئا حشره الله معه، با همون محشور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بلند میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی مهمانی داده بود، مهمانی مفصل خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین. رفت پشت میکروفون و گفتش که هر کی آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن. شعر سعدی خیلی خوبه ولی تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی. دیروز اشاره کردیم که بی تناسبی گاهی خندم تولید میکنه. وقتی یه چیزی ما میخندیم معنی که ناگهان چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضیا بی تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خون جگر میخورن، بعضیا میخندن. بعضیا میگن این آدم نگاه کن عجب ناجنسه، این مثلا خسیسه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن این پولاشو چجوری داره میشمره. خست رو براش خنده داره. چرا؟ برای اینکه اینکانگرویتی دیگه. هر چیز زشتی تو دنیا هست شما میتونید بهش بخنده. خشم و حرص و شهوت و اینها که آدم‌ها گرفتارش هستن، اینها رو کمدین ها، نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی، یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسا میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید. بفهمید که این صفات خنده داره.
یعنی میخندن به ریش آدم این کارا رو بکنه آدم. زیبایی رو بیارین در جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه این پروفسور زبان انگلیسیه، براش کتاب ببرن راهنمای دایرکت 3 مثلا. بنابراین گفت اون جوان که بله ما عمرمون رو، گفتش که با شیر معرفت میشه که آدم این رو جدا بکنه و هم از اون شیرینی لذت ببره، هم عمرش آلوده به این شهوات نشه. اتفاقا راه درستش هم همینه. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن اصلا لذت هم نمیبرن. لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن شب میومدن از حجرشون بیرون، من این تجربه کردم خودم. آدم میگه چیکار بکنه اصلا، به کی بگم؟ گفت به کی برام بگم، به قول مشهدی به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا توی کنج دهاتی بوده باشه که مثلا بگه من فلان کتاب خوندم. نه، همه لذت‌ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی خوش تیپ، خوش قامت، خوش صحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی‌ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر این زیباست. اصلا یه بارقه آسمانیه. دگرگون کرده. گوته رو با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده. کمان که مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شد. برای اینکه زیبایی شناس بود. زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یک کتاب خریدم توی یک دستفروشی افتاده بود جایی، مثلا 150 تومن کتاب خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهره. هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف تو این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست از سخنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانژ 3 کلمه راجع به زیبایی گفته که زیبایی این است که هرچی اضافه است ورداری. purgation of، حالا این عبارتش یادم نیست، یعنی پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها رو. یعنی مثلا که سنگو که شما میبینین زیادیاشو ورده میشه میکلانژ، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه ای توش هست، یه نکته، یعنی برقی میزنه تو ذهن انسان که صیقلی کن صیقلی کن صیقلی، تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در وجه. بنابراین من چون وقتمون رو به پایان هست یه اشاره میکنم فقط به اینکه زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد 2 مرتبه، زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه. میگه که تو اگر بیمار شده برای که خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، همونطور که دور زمین رو گذاشته، ما داریم سوراخش میکنیم. همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم. 2 مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست،
همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر اینا با همن همیشه. دیگر اینکه زیبایی، اگه شراب میخواین، شراب بالاخره آدم باید شراب بخوره که مست بشه. یه وقتی گفتم که اگر میخواین نهی بکنین هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش رو ارائه بدین بعد نهی بکنین. اگه بگن آقا اینو نخور پس من چی بخورم؟ بگن آقا اینو نخور اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم. یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی که گفتیم حضرت یوسف وقتی ظاهر شد اون دستاشون رو بریدن. گفتش که جمله غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. انسان وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچه براش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. مثلا رنجش معنی نداره برای او. در عالم جز زیبایی چیزی نمیبینه. کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم. هر چی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، برای اینکه دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره. یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خودش زیباییه. الله نور السماوات و الارض. هر چی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست. و همون سایه روشن‌هایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنین یه سایه روشن‌هایی هست، برای اینکه نور بهش تابیده که تو میتونید ببینید. تو تاریکی که نمیبینید شما. بنابراین زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست؟ اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بگشایی به عالم و از خاک کوی دوست یابی توتیارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. تمام عالم را اصلا فرشته میبینی. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک گوی فلزی عظیم نمیبینی مثل گداخته. فکر میکردم مثلا خیلی تعبیر قشنگه. یه هم چیزی نمیبینی. این هنرهای دکوراتیوه، هنرهایی که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابی است به عالم فرشتگان. گفتش که نه من هم چیزی نمیبینم. وقتی خورشید در میاد پس چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله. گلوریفای گلوری گلوری، یعنی همون سبحان الله سبحان الله. 100,000 تا فرشته میدیده وقتی خورشید در میاد. عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی تبایع یا قوارا. تمام عالم رو فرشته میبینی. بنابراین زیبایی بهترین شرابه. هر کی میخواد شراب بخوره، اون شرابا رو اونا که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال اینا خورده آیا واقعا به غم و غصه‌اش رفته؟ آیا واقعا این خلاصش کرده؟ اگه کرده ما بریم بخوریم. نکرده. و ما دیدیم که میگن بزن روشن شی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری بالله من نشانیدش. این بینا نمیکنه آدمو. اما این شرابی است که یک جرعه خوری 1000 علت ببرد. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1000 علت ببرد. این اون شرابه. بنابراین زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاورت زیبایی نمیفهمه. بعضی‌ها حتی معتقدن که وقتی میخوان مطلب مهمی رو بنویسن قبلش یا آهنگ خوبی میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی رو میخونن. وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته. و من ختم میکنم به یک غزلی از مولانا درباره موسیقی، چون گروه کور دوستان عزیز ما که در واقع نقطه اوج، بعضی گفتن هنر از نظر صورت موسیقیه، از نظر احساس تئاتر، از نظر فشردگی و قوت تأثیر شعر، از نظر کمپوزیسیون فرم هیچ هنری به پای موسیقی نمیرسه، و از نظر انتقال احساس تئاتر از همه قوی تره، و از نظر اینکه در کمترین کلام گاهی اوقات یه بیت ممکنه یه آدمی رو نجات بده. یه دختری در یه جای گیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نامه نوشت به پدرش که تو رو خدا به داد من برسید، من اینجا در یه فضای خیلی سختی هستم، چنین و چنان شکوه کرده بود.
پدرش یه بیت شعر نوشت که two men looked out of the prison bar. 2 تا آدم از میله های زندان به بیرون نگاه کردن. یکی آسمان لاجوردین رو دید پر ستاره و یکی گلولای خیابان رو دید. گفت من این شعر اون دختر نقل کرده که من این وقتی به دستم رسید نامه دیدم که بله میتونم اونور نگاه بکنم. نگاه من عوض شد و در همون فضای سخت آنچنان لذتی بر خودم آفریدم، آنچنان خدمتی تونستم بکنم که حد و حصر نداره. یکی از بهترین تجربیات زندگی من بوده. اینی که شعر درجه خاص خودشو داره، موسیقی همینطور، و ولی جوهر هر ستاش یونیتیه، یعنی هارمونی، ریتم و ملودی، هر سه اینا در هم ادغام میشه یک چیز. 2 نفرم که با هم میخونن یک هارمونی ایجاد میشه، به خصوص اگه یکی مرد باشه و یکی زن باشه یه اسکیل معمولا اختلاف داره دیگه. بنابراین یکی از چیزهای هارمونیک یه اسکیل بالاتره، یعنی 2 با 2 بعدی هارمونیکه، با سول هارمونیکه. گاهی اوقات هارمونی ها رو یکی از سول شروع میکنه همون ملودی رو میخونه، یکی از دو شروع میکنه همون ملودی رو میخونه و گروه کور میشه. کل عالم یه گروه کوره در ستایش خداوند. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. و یک هارمونی اون کسانی که موسیقی مینویسن عالم رو در واقع میشنون، ترجمه میکنن سمفونی عالم رو. خود بتهوون گفت من دارم عالم رو، یونیورس رو دارم برای تو ترجمه میکنم که این یک گوشه ایست از اون چیزی که به گوش من رسیده دارم برات بیان میکنم. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی. غلام آن کلماتم که آتش افروزد. شعر خوبم همینطوره، موسیقی خوب نیست که آدم گرم بکنه. غلام آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی. خالی است اندرون تو از بند. این شرط اخلاقیشه، یعنی انسان باید خالی بشه از بندها. بند بکسل باش آزاد ای پسر، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه. از این بندها وقت بشن فوت بکنن توش. خالی است اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی. هر کسی میشنوه، هر کسی از ظن خودش دیار من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدخالان شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هرچند امی تو، برای اینکه این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست، اصلا نوک نداره بنویسه. هرچند امی تو به معنی منقشی. ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، میگن در پرده حالی درون پرده بسی فتنه میرود. نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر تو رو دگرگون میکنه؟ پس بدون اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنن؟ ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی. یعنی اون صورت حقیقت کل عالم که جان در هوای اوست، این صورت از وسط این نمیاد بیرون یه مرتبه. ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی. چون شکروشی 9 چشم گشته ای تو، چون نیای قدیم 9 تا سوراخ داشت، حالا 6 تا داره. 9 چشم گشته ای تو و 10 گوش گشته من. دم در دردم به 6 جهت که تو دمساز هر چشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.